قسمت دیگه از آفشو خوش اومدید. امشب و کنار ما باشید به همراه مهدی و میلاد. سلام. روز مادر، روز زن رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. اما زن متشکرم. نه خب مرسی. الکل که واقعا بهت زیر پای مادران. خب این قسمت بچه یا بادکنکاتون رو باد کنید. برید یه لحظه میلاد جان برید کنار. اون ظرفای پشت سرتون رو دیدی فیلمشو که باد میکنی میاری ظرفا میذاری اینجا. بعد ظرفای بقیه هم که آوردی میندازی تو همون ظرف. دستا پشت، دستا پشت. آقا میلاد مهدی برو از اول بادکنک من تو شدید چون شاید بادکنکه مهدی بیا اینه کی؟ ماشاءالله. آها آفرین آفرین مهدی. بگو باید بگو آفرین باریکلا. آفرین مهدی که هیچ انتظاری ازش نداشتیم داره. میلاد دست نه. آفرین میلاد. مهدی میندازه بادکنک اون تو بعد تر میندازه. آروم حالا ببین. آفرین ما تو مرتب اون چه عرقی گرده میلاد. باشگاه اینقدر سسته است میلاد. تمام شد. قبولم دوست دارم نفس کمون مهدی خیلی دیرتر شروع کرد. آره ولی این نشون میده که نباید تو زندگی ناامید بشی بچه‌ها. این قسمت باید با آرنجاتون، حالا میتونی آستینتو بدی بالا که مثلا با چیز شاید راحت‌تر بشه، رو لباس شاید سر بخوره. خب بعد با آرنجتون 4 تا پایه بچینید لیوانا رو. 10 تا 10 تا 4 تا پایه بچینید، بقیه رو بیاید هرمی روش. اوکی. خب علی آقا اینم که هر کی زودتر تموم هر کی زودتر تونست تموم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه‌ها آماده هستین؟ آره این باشگاه میری یعنی اونجوری میشه. آره 3 2 1. یه پایینی هم نیاز داری. ولی واقعا این نامردیه چون میلاد اصلا بازوهاش جمع نمیشه. خب میلاد تو آیتم های بعدی آفرین مهدی. جریمه مونه آخر بازی میگیم. جریمه آخر بازیه. اوکی آماده باشین. جریمه هم شده باید اینو من ببرم. 3 خیلی نزدیک نشنید تا نه اصلا همونجا که هستید باشید. از همونجا 3 2 1. آفرین آقا مهدی. تو بیاد تو برنده شده بود. مهدی یه لحظه حس کرد خاموش شده. خب ول کرد. تو اگه ول کردم تو برده بود.
بیسکویت نباید بیفته، سکته نیفته، اگرم افتاد دوباره باید 0 پیش. من اینم ببرم هتریک میگم. حله. میلاد پیشونیش اینجا یه خورده بالا انگار یه حالت هولر داره. 3 2 1. آروم میلاد خیلی باید احتیاط کن. میلاد هولرش اجازه نمی‌کنه. هولرش خیلی قوی. آفرین میلاد. آفرین. یه مقدار دیگه بوده. میلاد یه دو صورت نیمه یادی که نمیاد. چه بد جایم رفته. آره یه دو رفته که دسترسی نداره. نهاره دیگه تلاش کنی. یه جا رفته اصلا نمیتونه دست بده. آفرین آفرین. ما زبونی داریم که آمدم قورباغه این پنجه بخورم. راحتی بشکنه دیگه نداری. صورتش یه سازش یا اینجوری بندازه. آره یه میلاد بنداز پندش میذاره. آها آفرین. یه تکونی اینجوری بده بیاد پای. آفرین آره آفرین. آره آره آره. آره هم کاری که میکردی خوب بود. بیا آره 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 چیزی نمونده. چرا اینجوری میکنی میری این برده تمام عضلات صورتم درد. کجا یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم یه بیسکویت رو بخوریم. بابا کار اینا نیست. بده من الان بعد آها میلاد بودو. آفرین آفرین خیلی راحته. ببینید اینجوری یه استوب سینه میندازی رو پا. کجا رفت؟ من امتحان کردم قبل برنامه یه دونم برنگشت. بریم بریم. یک بابا لیوان بده من میلاد بده لیوان چه بده یه واستا به مرکز نه بده بابا. آفرین آقا. فکر کنم میلاد دیزلیه. دیر روشن ما بریم از اول مسابقات رو شروع کنیم. یعنی چجوریه؟ اول باید میلاد بره تو آرت بعد ماس یا برعکس؟ نه اول باید مهدی سر میلاد رو تو ماس بزنه بعد بزنه تو آرت. خب من باید یه کاری کنم. یه روز دیگه حریش کنیم. اگه محترمانه رایدو میکنم مغزش حالا ببین چه فیگوری گرفت تو دل همه زود جا چرا گرفت میخندیدم کم جدیه همش میگه بابا این کار چیه ولی اینجا خوابیده تازه از خواب پریده این که مهدیه تنبله نه خانم کردی قسمت از آفشه خوش در اومده باشه. میلاد اومد تو خدا دست بگم یه دراییدم یه سای دیگه خدا آف شو هر پنج شنبه میاد خنده به شما ما خیلی میاد آف شو شاد شو